کسایی که از منطقه اکثر مردم ما یعنی رفتن کابل چیز مناطق دوردست، ما در خود مرکز ولسوالی قرار دادیم. فضل خود امنیت خوب است، میتونن دوباره به خانه‌های خود برگردن و آرام زندگی بکنن. اگر قریجات برای چطور است؟ انشالله مشکلات نیست، مشکلات در قریجات نیست. انشالله مشکلات روز به روز رو به بهبودی است. برای فعلا ما با مردم اطمینان میدیم که فعلا نظر به وضعیت است و نظر به برخورد همین مسئولین که در اینجا هست دیگه خوب است. دیگه تقاضای خود از هم قماندانشان دین روز آمد دکانا گشت گفت که گویا به مردم بیاید در خونه خود ما از منطقه میبرایم. فعلا خب فضل خدا ویخی وضعیت خوب است. ما با مردم خود تبلیغات میکنیم که برادر بیایید خانهایتون، کسی به کسی غرض ندارد. همین مردم هم که بیاید امنیت هست فضل خدا. این نیروها میخیزن میرن در که پشت کارشون و قطعاتشون جای به جای میشن. ما ویخی هر روز برشون، ما خودم نماینده منطقه هستم، تلفن میکنم برادرایی که کابل رفتین یا در قریه قصبات دیگه رفتین بیاین در خانه خود. ما فعلا در منطقه میرم، از زمین و خانه مردم مراقبت میکنم و چیزی که از بس توانم است. دیگه ما کدام دیگه چیز دیگه ندارم. بیاین در کس بیاین در خانه و کاشانه خود. ما با تمام مردم عزیز خود که بیرون از پنجشیر سکونت دارن و مسکن گزین هستند برایشان پیام میدیم که برادرای عزیز، امارت اسلامی به خیر بهبود شما هستند و انشالله این فاسدایی که دروغین برا انداختن، تبلیغات و شایعات و باطل را به گوش مردم رساندن، بیاین به نزدیک مشاهده کنن. انشالله هیچ گپی نیست، نگرانی نداشته باشن، بیان به منطقه خود زندگی خود را آغاز کنند. الحمدلله من دلته پنجشیر ولایت کې د پنجشیر ولایت د پنجشیر قمندانی امنیت د پنجشیر استخباراتو ریاست د قطاعاتو مسؤلین د لیوا مسؤلین په ګټه باندې کار کوو. په هغه باندې خپل موږ پلانونه لرو چې ټولو کې اول پلان زموږ دغه دی چې د قومي سپینګیرو، قومي علماو، نمایندګانو نه کار اخلو. که کوم ځای کې مشکل هغه مشکل په هغوی باندې حلوو. نو وروسته پورې الحمدلله کوم مشکل اوس فلحال پیښ نه دی، نه کوم ځای کې داسې امنیتي اوضاع خرابه ده. کولی شئ چې ټول پنجشیر کې وګرځئ ښه په ډاډه زړه باندې او ښه اطمیناني فضا کې، نو انشاءالله هیڅ مشکل نشته.